جناب رسول الله فرمودند که کسی که با حق مردم خوردن فربه می شود یا خود چربوی در وجودی او از حرام خوردن پیدا شده است، انا همین فربهی، چاقی و روغن بدنی او موجبی در آتش دوزخ سوختنی او می گردد. به نام الله بخشنده و مهربان. الصلاة و السلام علی رسول الله المحمد و آله و اصحابه اجمعین. و در نهایت ادب برای یکایک شما تماشابینان ارجمند، برادر و خواهران عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگویم. حمد و ثنای به حد مر خدای پاک را میگویم که برای ما و شما نصیب گردانید که به این یک روز سعید و مبارک، به این روز جمعه که برای تمام مسلمانان روز عید است، رسانیده است. و امید از خداوند دارم که از شفاعت این روز، از برکت و از فیض این روز ما و اهل خاندان ما و شما را با نصیب میگرداند. در این روز هر قدر هم میتوانیم باید حمد و ثنا بفرستیم مر خدای پاک را. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد بگوییم. همچنین صلوات فرستادن را به جناب رسول الله، آن خاتم انگشترین انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بفرستیم. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد. و در برابر این یکدیگر رو برای راست هدایت کنیم، از کمبودی هایمان بگوییم تا خداوند در دل ما و شما مهر محبت را زیاده گرداند و از آن راه گناه، راه معصیت به راه راست راهنما شویم. خوش، در این روز یک قصه واقعی رو برایتان بیان کردنیم که از روزگار یکی از برادران ما است. با این برادر چند وقت پیش توسط همین اینترنت شناس شدیم. میگویند زمان در حدود تاجیکستان زندگی میکردند انیخترش. امروز با امر تقدیر مقیم روسیه در آنجا کار و فعالیت و زندگی دارند. و میگوید این برادری ما که در عهد شوروی سالهای 90 وقتی که این دولت مقتدر پاش میخورد، در همسایگی آنها یک روس بود با نام بریس که مرغابی پروری میکرد. میگویند این برادر قصه میکند که از داخل حولی ایشان یک دریاچه میگذشت و در پایان همون حولیشان عاقل و کهدانی داشتند که برای تیار کردن غذای علاوگی از قبیل نان تر کرده و دیگر غذاهای علاوگی تر میکردند و باقی مانده هاش به رود یا خود دریاچه میریخت. چون غذا آنجا فراوان بود، مرغابی ها از خانه همسایه توسط رود پیوسته به خانه اینها می آمده است. و همین گونه هم بود. میگویند که در کهدانشان پس از هر چند وقت تخم مرغابی زیاد پیدا میکردند و خدا رحمتشان کنند. میگوید پدرمون آن تخم مرغابی ها را بریان کرده و برای ما غذای آماده میکردند. از میان چندین سال گذشت. آن همسایه میگوید که با پاش خوردن و صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان ترک کشوری ما کردند. میگویند به روسیه رفتند. این برادری ما خودش هم مقیم روسیه شده است. پدرشون در حدود کشور میماند. میگوید همگی چند سال پیش بود. روزی از روزها پدرشون زنگ میزند. میگوید چی میشود که اگر همون همسایه همون با نام بریس که از تاجیکستان رفته بود رو پیدا کنید؟ پسرانش حیران میشوند که سبب چی باشد، برای چی لازم شد. میگوید در خوابم همون بریس در آمد که با خطاب گفته به خاطر همون تخم مرغابی هایی که تو و فرزندانت آن را استعمال کردید، از تو من ایمانت را فردا روز قیامت طلب خواهم کرد. چون این پیرمرد مردی با تقوا و با ایمان بود، در وجودش لرزه پیدا شد، ترس از خداوند در وجودش جوش زد و از فرزندانش طلب نمود که آن همسایه‌اش را پیدا کنند.
تا به هر قیمتی باشد از او بخشش بپرسد یا مبلغ آن تخم مرغابی را پرداخت نماید. میگوید خیلی جستمش و در نهایت کار او را از شهر نوسیبیرسک پیدا کردیم. میگویند و به نزدش رفته و خواهش کردیم که به هر مبلغی که باشد یا هر خدمتی که دارد بگویند، ولی گناه پدر ما را ببخشد، گناه ما را ببخشد. آن روز که میگویند مرد هوشیار بود، قصه را شنیده و گفته است من نمیبخشم تا آنی که موی سفید را به نزدم نآرید. میگویند موی سفید خیلی امپیر است، برجا مانده است، ولی بریس پافشاری به آن میکند که موی سفید را به خانه اش بیارند. پسران با پدرشون قصه را میگویند که طلب یگانه همسایه‌شون همین بوده که خود موی سفید برای عذرخواهی به نزدش بیاید. موی سفید ناچار رضا می شود و عازم روسیه می شود. باز به نزد همون بریس می روند با پسرانشان و چون خودشان موی سفید که نامشان خدا رحمتشان کنه الحال از دنیا گذشتن حبیب الله بوده، میگوید دیگر زبان روسی را نمیدانست، ما ترجمانیش میکردیم. قصه را یک بار دیگر به همسایه‌اش نقل کرد و گفت که همین خیل مرغابی های تو خودش در داخل کهدان ایشان تخم می انداختند و ما شما را آگاه نکرده همین تخم های مرغابی را استعمال میکردیم و بر عوض آن همان تخم چون در خواب دیده که از این موی سفید ایمانش را در روز قیامت گفته طلب میکنم، خواهش نموده که گناهش را عفو فرماید، خدمتی هست، مبلغی هست، هرچی که باشد گفته پرداخت میکنیم. ولی باز همسایه‌اش حیله نوبتی را به کار میبرد، میگوید من برای بخشیدن آماده نیستم، بیایید یک چند روز در خانه من مهمان شو، بعد باز دوامش را فکر میکنیم. موی سفید چون این گپ را میشنود میگوید اگر ماه و سال هم گوید آماده هستم در خانه اش باشم، خدمتش را کنم تا این مرد گناه مرا ببخشد. با همین حال میگویند 3 روز این برادر ما در خانه همسایه‌اش که نامش بریس بود مهمان می شود. آن همسایه خیلی ضیافت می آراید، مهمانداریش می کند و در روز 3 میگویند دسترخوان کلان می کشاید، مهمان زیادی دعوت می کند. از جمله روحانیان مسیحی که در همان منطقه بودند چند نفری حضور داشتند میگوید و در حضور ایشان بار دیگر خواهش می کند که خواب دیدن موی سفید را برای حاضرین قصه کنند. پسران این جوانمرد قصه را میگویند که در خواب پدر ما همین همسایه در آمده و از او ایمانش را در روز قیامت طلب کرده است به خاطر همین چند دانه تخم مرغابی. این را شنیده و در حضور همان روحانیان میگویند همسایه روسشان از جای برخاست و به نزد پدرشان آمده است. ریش و گردن موی سفید را گرفته و بوسید، میگوید به آغوش کشید و گفت که او را بخشید و اشاره به میگوید روحانی مسیحی کرده و گفته است این است ترس خداوند، این است ایمانداری. ببینید که چقدر یک مرد مسلمان ایمان دارد، ترس از خداوند دارد و چگونه به خاطر یک خوابی که در وجودی او پیدا شده است مسافه چندین هزار کیلومتر را طی کرده و عفو و یا بخشش پرسیدن آمده است. میگویند روحانیان مسیحی هم آمدند، آغوش گرفتند، احسنش خواندند به موی سفید و بریس در شاهدی ایشان گفت هرچی که بود بخشیدم، تنها به خاطر ایمانت، تنها به خاطر ترس از خداوندت، تنها به خاطر انسان کامل بودنت. خوش به حال چنین انسان ها و جوان مردان. متاسفانه ما و شما هم همین گونه خصلت داریم
بعضا چیزی را از خانه همسایه، از پالیز همسایه، از درخت همسایه میگیریم و گمان نمیکنیم که این چیز جواب و سوالی دارد. گرچند در یک حدیثی هم جناب رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنند که من مضمونشون را میارم. میگویند در روز قیامت هر کس حق خواهد به حقش نائل می شود. حقدار است. کسی که ظلم کرده باشد از ظالم، مظلوم حق خود را می گیرد. خدای خداوند ما و شما را از این گونه روز سخت در امانش نگهبان باشد. چون وقتی که طلب کردن میگن در روز قیامت دیگر بر عوض آن یک دانه تخم مرغاوی، بر عوض چند دانه سبزوات، بر عوض چند دانه میوه‌جات دیگر ما در نزد خداوند از اون میوه ها برگردانیده نمیتوانیم بجز از اعمال خیش، کارهای نکوی خیش که در کلوار اعمالمون جمع آوری کرده ایم. و در حدیث دیگری هم آورده که جناب رسول الله از جمع صحابگانشون میپرسند که آیا میدانید که مفلس کی است؟ میگویند بله یا رسول الله، مفلس کسی است که مال و دولت و ثروت دیگر ندارد. و گفتی امروزه بانکرات است. ولی جناب رسول الله گفتند مفلس اساسی آن است که در روز قیامت در پیشگاه خداوند وقتی که همه گناه ها و ثواب هایش برکشیده می شوند و مردمی که از او حق دارند حق طلب می کنند، از ثواب هایش گرفته و خداوند به مردم تقسیم می کند، در برابر این دعوای مردم بر سرش قائم می شود، انا همون انسان مفلس است، چون دیگر ثواب ندارد که به مردم دعواگر بدهد. و جزای این گونه مفلس در روز قیامت دوزخ است. و دعای این گونه آدمی که حق مردم میخورد، دعای این گونه آدمی که در وجودش یک ذره چربو از حرام خوردن است، از حق مردم خوردن جمع آمده است، هرگز به درگاه خداوند نمیرسد. و در حدیثی دیگر هم جناب رسول الله فرمودند که کسی که با حق مردم خوردن فربه می شود و خود چربوی در وجود او از حرام خوردن پیدا شده است، انا همین فربهی، چاقی و روغن بدنی او موجب در آتش دوزخ سوختن او می گردد. خدای خداوند ما و شما را از این همه روزگار سخت در پناهش نگهبان باشد. و برای کسانی که امروز از ترازوها میزنند، از چینک‌هایی که در فروشگاه های چی سوزشواری باشد، چی دیگر یک نقطه های دیگر باشد استفاده میکنند، میزنند، فریب میکنند، خداوند وعده سخت در سوره مطففین در قرآن کریم آورده است. چون امروز روز اجابت دعا است، در حق یکدیگر دعا کنید تا به مثل همون خدا رحمتشان کند. موسی حبیب الله، خداوند در وجود هر یک ما و شما تقوا و ترس از او را جای کند تا بتوانیم در فرجام عمر خیش، در پایان عمر خیش از گناه و معصیت پاکیزه به سوی خداوند رهسپار شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.